دوایت کجا؟ یه پوش که من دست پیخلی غزنی برو. غزنی؟ میگه غزنی ببر من. غزنی که ببرن. چرا خود چند میشه پیسه تال در بست است خود؟ غزنی که غزنی رو. حالا غزنی دم چوک تاش کو دیگر آره میافه. تو میفهمی غزنی تایشه. چه خراسته یک سوت راست؟ نه غزنی نمیره. حال نه سرکا خالی است یک صورت کو بیادر 120 130. تو چی میگی تو خارجی را غزنی کی برده تو؟ باقی نمیره. بابا غزنی امنیت نیست تو میفهمی در غزنی را تو. از روز امنیت نیست شوق امنیت است. کل جای تاریکی است بیره کی مشناسه که خارجی. داخلای شهر تا اونجای میگی پیشی. حالا پیسه تا بگو چند بتم تا. نمیرم که 1 لک و 1 میلیون بیتی غزنی من نمیرم. چرا خیلی میگی در بس میبرم؟ خدای داخلای شهر دیگه. داخلای شهر خوب خوشت آمده است خانه برای داد کوچه درای خلاص. این گپ هیچ نمیفهمم تو میری که تم. کی؟ ما چی کنم؟ ما این گپ نمیفهمم. دم چهارایی که رسیدی سه تا خارجی دیگه استاد از پتلونای ورزشی پوشیده. والا جواب گپ میزنی. بچم گپ چی حالا خارجی است ببرش اوی. خارجی. چند بتم تکم؟ 1 میلیون بیتی نمیرم. 3000 بگی. 1 میلیون بیتی. 1 میلیون فقط اینجا چی را؟ حال تو دلت است که پیسه ما تیلر بخری. بیزه توی جنجال است ایره نمیبرم تا. حالا چی جنجال داره خارجی؟ بر هیچ گپ نمیفهمم ایره. چرا نمیفهمم اون روسی میگن؟ یک قطیره در دستش بده بگو تبله زده برو برسانه شو. درست میگه والا اگر آره بفهمی بر تا هنگای او روسی هم میخوانه. خارجی رو دموتر ما بالا کردم میگه غزنی ببرونه گپ میفهمنه دیگه. این خودش گپ میفهمنه. حالا خونجا که واده که تا میشد بگو دوای یک دوای که گفتی کامش. ما استاد نمیگرم پیسه تا. پیسه که بگی توکل به خدا. برو می 2000 پخته دادم تا. 10,000 بیتی نمیرم. داشت بس متا. حالا ما چرا تا کنم خانه زبان داری بگو برو. خیبر چی استاد کردی مرا؟ بدر ما چه بفهمم که تو خارجی را دموتر. از همی ارغنده که تیر شد لولش به تیمار غرض نیست. تو کنش ببرش در ارغنده بالا در کتخیل لایش کو بخی بیا. حال تو غریبکار نیستی؟ ببر من غزنی نمیرم. کجا میری؟ میدان شهر بروی. داشت از متر زیاد. مسکین است بشی ببرش بیا درم. حیات ندارم مگه من میبردمش خود چند بته متگم مشکل؟ من میگم مردی که میگم من 10,000 بیتی من نمیتونم. اولا خیلی در بس گفته چرا استاد میکنی؟ شاری است شاری بگو. حالا شاری و لاینی و خیلی تیلریا که از قندار میاد. ما مسئولیت از امور به دوش گرفتیم. بعد از این مسئولیتش به دوش توی. من ببرم بعدم اول در بس گفتی یا نگفتی؟ در بس شهر کابل گفتیم غزنی نگفتیم برادر. حالا غزنی نگفتی پیشا گفتی میبرم تا. بگو چند بتم شما بچه. یک لک اومدی نمیدونم. بازار بابتش برو. موتر لادا میایم. لادا نیست برادر این موتر رفتن نمیتونیم موشن بخار میکنه فهمی رفتن نمیتونه. چرا میتونی میکنی؟ انداخته از کی کابل غزنی فرود است نمیدونم پایخالی ها. نمی سید ماست کدام خارجی. من نمیتونم برادر هر چی کسی بره موتر دیگه چند بتم 10 سایز. میگم نمیتونم رفته. خب یک موتر دیگه در بس. یا کنم موتر خویگه استاد بیاد پیش موتر کم. دا بایک شگان چیز است. کار ندارم برادر. موتر سعی کن پیسه گک تاچ که میشه سر سر تامی کباب تام سر ما. نمیدونم کباب پوست. میگم رفتن نمیتونم چیزا آبرویت من چی کنم میگم موتر رفتن نمیتونم آبرویت چاویز ناخوام من خراب میکنه. حالا آبروی دو تا افغان تا نگاه نمیکنه. خیلی کجایستی که افغان؟ بگو برش خیلی بفهمون. نمیتونم میگم تو ناخوام میگم. او را بفهمون کاکاله که تا شوا. چی بگویم بگو. ما خودیر مسئولیت هست. نمیتونم بیادر. یک همکاری یک موترک دیگه خیلی بگی. تو برو بگی خود از موتر خوش کردیم بسته بازار.
پلیس تو همه یاد مادی غزنی بیشتر گفتی تو عادی غزنی ایت مالک مادی غزنی برو پلیس تو تمام ما میریم کده ایت کار نداشت ما کی پای خالی عادی غزنی برو کمپانی را خبر است شده تو چویس میگه چرا خو میگه درباز گرفت ایت ما در بس نمیرم شما فهم میکنید تو عادی غزنی رو همه میبرم برم عادی غزنی. برم تا دارم میگم من عادی غزنی مونده فهمی که داریم چوره باشه نمیبرم برو تو نکو کشگیر که والا رو میتل و ما رو بیاد باشه که والا برو فهمیده که با 12 زنگ میزنم فهمیده که واسه پلیس تو را پس کجا از بگرام آوردیم این زمینجا کجا برس تو چرا کدام در بس گپ زدی تو که استاد ما استاد که فرقی کرده ایران محترم خو خلاص خارجا خو نمیگه که تا سرای چقورک چند میبری بالا میشد اونجا که رسید پیسید تو گفتی را غزنی ببر ما گفتم نمیبری حالا نمیال در میمونی خبر رسون اونجا که نرسه ما را بیاب میکنه یادر بگو که همین 1 لک روپه باشم نمیبریم یک کار داریم در بیمارستان مریض داریم نمیداشتیم دیگه نو ولی در اول موتر دلتا راست تا غزنی است کدی سنگی تا غزنی چه برادر که همین نیم ساعت باشه خب تو از ما بیغم میشه پلیت تا میگیریم اگه نرسیده بود باز تو جوابش بده دولت مرا میگیری به خاطر اینمی که توی را کدام جای لول نتی ما همیره برایت میگیدیم ما این همیره 1 لک روپه نمیبریم چرا نمیبریم؟ ما در اینمی 2,500 میبرم سر تو تو ببر من کماندوی پلیس اسکینی غزنی والا بدر چند پوستا تیرش کو پیسه تا بگیال بدر که من بچه ما چی کنم پس کجاست از مسکو آمده ما چه خبر کجا از مسکو تو چه خبر که چی است چی بالا اید نه انتخاری نه دیگه 2 کیلو مواد دیونم باید نه تو بدر مردم استاد سیکو چند پوست است تا غزنی علاوه بدر ما پوستا مستر چی کار داره لفظ کدیو نال خلا انجاز نال دی بک ما چه خبر کی چه حالا که مرا بگیره پلیس والا ما چی کنم حاجی بگم به خدا میدونید چی میگه تو ترجمه با بدر خو میگه نه موتر کم زدیم برو من خراب شده چیه با خدا که ترم کتش میزنم چرا مرا میگن تو ما چی کار است که تک بپاشم چی کار است ما ترجمانش از بگرام آوردیم است اینجا مسئولیتم بود بعد از این مسئولیت پر تو بایک میکشه نه گوسو تو بایک میکشه حالا یا بایکش هم ببر یا خودشه نه خودش هم میبرم نه بایک او بیادر وار میکنی سر ما شخین بگو با خدا میزنم ترجمانش ما سر ترجمانش دستی که ترم کتش چرا نمیبری والله نه نمیبری شه نه نمیبرم شخین هم 1 لکم بتید که نمیبرم که میکل افغانستان هم رابطه نمیبرم چرا نمیبری نمیبرم میگه حالا میگه کدت میفهمم میگه تو باش کن میگه کلا گیره میفهمم یعنی بالا شو خارجی است و بدر از موتر مانده جلسه داره برو بالا شو او بدر تا غزنی ببرش جلسه داره غزنی نمیره مارکت میره چی بلد حالا نمیشه پوستا زن نمیشه پوستا تیر بیخی تیرش نمیکنم با خدا اون سر میگم تا ولی کلام آدم مسئولیت داره الان مسئله داره ما مسئله ایمانش هستی برای چی هست مسئولیت تا نمیجا داشتم بعد از این مسئولیتش بعد دوش توی این اونجا پاسش بفهمی بایش 1 لک داره کاش گرسی بشه اون نه میگم افغانستان نما خوب حالا که ما تو نه استاد برو دا سیت بیچی من سیت بپوش او بدر چرا نمیبری های پوش من چیزی پولو بیا پس نه حالا مسئولیت من خلاص حالا خارجی حالا خارجی شما چی کنید تا غزنی ببر میبری تو بگی ببر نه موتر نلارم کنه کمان قدر سوالی در قدر کی بار آدم میبرم یک موتور غزنی میشونم نه خدا اینال فرق میکنه ما در بس میگیریم پالیت تقاید میکنیم که اگر چیز شد زمانت نه کدا نمیده آدم زنده کی زمانت چرا نمیتونه آدم زنده از مسکو تا این یهود زمانت آمد از این تا غزنی به زمانت راست میگه به زمانت کفر مطلق است این طرف بدر اگر ما گرانتی کدا نمیده در چند کشتی با زمانت آمده تا افغانستان فرق میکنه
او طرف مرز فرق میکنه این طرف فرق میکنه حالی این طرف. هرکنده برای ها. اختیارت به دست خودت نیست متارخنده ببریم به یک موتر دیگه هم زمانت کدگی بشن نه زمان که دیگه نمیدونم خودت کیش بشی اینجا در بس میگی در یا بس نه تا داخل کابل ما خدا. میگردیم موتر ما موتر غزنی نیست خب غزنی میره نیست. عوارض میکنه منم میگم داخل برات شهر است اشتبنی بگیره برات بسیار اشتبنی دارم خودم هم اشتبنی دارم چند این بایک واردار تاکو برو چی میکنی بایک واردار تاکو والا بدر نمیبرم غزنی چی کنم نمیرم غزنی من نگفتی در بس میرم واردار بایک مایکت برم بایک شکت خودش برم بایک تو واردار 15 دگام اضافه بایک شکت خودم ببر خودش تا میکنه رئیس همین خارجی هیچ مامی بایک تم نمیبرم مش خودم نمی داخل من کابل چرا میگه که در بس میبرم در بس میبرم داخل کابل نه میبرم نخواست لفظت میگردی یعنی چرا از لفظت میگردی که آدم میگی در بس باز جلیزه ببری شو ببر در میدان شد نام نمیبرم حالا همیال نگفتی در بس میرم در بس میرم ایسو میرم دیگه این تو به دل خود میری هر جای که دلت شد ها؟ آه عجب قصدی خواهد کنیم باشید باید کنیم استاد میگه وقت ندارم میگه اونجا ما جلسه دارم میگه ببر مرا غزنی چی کنیم بیادر رو روز روشن من تو رفتن نمیتونه تو حال دیگه چرا نمیتونه قدم روز پای تلج کنی یک دوش کو دقیق کی خونه تمه چوشه ملکت نیست مگه